د نن ټکی آسیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که دا ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې اشتراک وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ. سهیل شاهین، حنجره طالبان. در اکتبر 2001 در آستانه تهاجم آمریکا به افغانستان که ایالات متحده با تمام توان و توشه برای درهم کوبیدن رژیم طالبان آماده می شد و مردم افغانستان برای پایان کار طالبان، شروع جدید و صلح دعا می کردند، یک دیپلمات طالبان به اندرو وایت هید، خبرنگار رادیوی BBC گفت: I see this war very long war. I see this a swamp where America will not be able to exit. Will not be able to exit. In other words, you're talking about Afghanistan as another Vietnam. Yes. And the war will not end with the capture of Kabul, you see. این جنگ طولانی خواهد بود. آمریکا نخواهد توانست از این جنگ خارج شود. جنگ آمریکا با تصرف کابل تمام نمی شود. تصرف افغانستان آسانتر از نگه داشتن این کشور است. افغانستان به ویتنام دیگری برای آمریکا تبدیل خواهد شد. این دیپلمات سهیل شاهین، سرپرست سفارت امارت اسلامی طالبان در اسلام آباد بود. او در روزهای پرهیجان حمله آمریکا برای تنبیه عاملان 11 سپتامبر 2001 سخنگوی طالبان در پاکستان شده بود. پاکستان در کنار امارات متحده عربی و عربستان سعودی تنها کشوری بود که طالبان را به رسمیت شناخته بود. آقای شاهین رابطه مستقیم با مولا محمد عمر مجاهد، رهبر طالبان، و وکیل احمد متوکل، وزیر خارجه این گروه داشت و به دستور آنها در هیئت سخنگوی رسمی این گروه در آمده بود تا با دسترسی به ده‌ها خبرنگار خارجی و غربی مستقر در اسلام آباد سیاست‌های طالبان را برای جهانیان توضیح دهد و توجیه کند. گفتگوی آقای شاهین با خبرنگار رادیوی BBC در آن زمان چیزی بیشتر از یک رویا یا حد اکثر تبلیغات طالبان به چشم نمی آمد. اما 2 دهه از این گفتگو گذشت و امروز آمریکا با طالبان توافقنامه صلح دارد و سهیل شاهین عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در دفتر سیاسی آنها در قطر است. شاهین حدود 50 سال پیش در آستان شرقی پکتیا به دنیا آمد. او از قوم توتاخیل و پشتون تبار است. رفت و آمد میان مردم آستانهای شرقی افغانستان با پاکستان فراوان است. شاهین نیز از همان ابتدا برای تحصیل به پاکستان رفت. او در دانشگاه اسلامی اسلام آباد درس خوانده و به زبانهای انگلیسی، اردو و پشتو مسلط است. زبان انگلیسی مسیر زندگی و آینده سهیل شاهین را دگرگون کرد. از او به عنوان طالب قلم به دست یا حنجره طالبان یاد می شود. سهیل شاهین نویسنده و شاعر به زبان پشتو است و در دورانی که طالبان کابل را در کنترل داشتند تنها روزنامه انگلیسی زبان پایتخت کابل تایمز را مدیریت می کرد. وزارت خارجه طالبان پس از آن سهیل شاهین را به عنوان معاون سفیر در سفارت تازه گشایش یافته خود در اسلام آباد تعیین کرد. در این اوان بود که القاعده به آمریکا حمله کرد و افغانستان بار دیگر در محاق توجه جهانی قرار گرفت. سهیل شاهین جلسات روزانه خبری با روزنامه‌نگاران می‌گذاشت و واکنش طالبان را به اتفاقات روز بیان می‌کرد. در نبود سفیر، او سرپرستی سفارتخانه افغانستان را در اسلام آباد به عهده گرفته بود. چند ماه طول نکشید که با تهاجم آمریکا
و همراهی مقاومتگران ائتلاف شمال کابل از دست طالبان خارج شد. رهبران طالبان به پاکستان فرار کردند و پنهان شدند. دولت جدید در کابل سر کار آمد که تمام جهان از جمله پاکستان آن را به رسمیت شناخت. سهیل شاهین کلید سفارتخانه را به دیپلمات‌های کابل تحویل داد و در پاکستان پناهنده شد. او در پاکستان در اردوگاه مهاجران شمشتو زیر چتر حزب اسلامی زندگی و فعالیت می‌کرد. در تبلیغات ضد آمریکایی و ضد دولت افغانستان نقش داشت و عضو پیکارهای تبلیغاتی طالبان بود. او اوضاع را در کشور همسایه دنبال می‌کرد. رفته رفته جرقه‌های شورش طالبان زده شد و پیشبینی سهیل شاهین به واقعیت پیوست. شورش طالبان از جنوب و شرق با حمایت پناهگاه‌های امن آنها در پاکستان و دستگاه‌های پیچیده تبلیغاتی و حامیان مالی خارجی به اوج رسید و تلفات غیر نظامیان به صورت تکان دهنده بالا رفت. سرانجام بحث پایان جنگ از راه مذاکره به میان آمد و آمریکا و افغانستان توافق کردند به طالبان اجازه دهند تا دفتر سیاسیشان را در قطر برای پیشبرد مذاکرات صلح راه بیندازند. در راستای ایجاد دفتر قطر، مذاکرات فشرده بین طرفهای مختلف به رهبری سید طیب آقا دستیار ملا عمر رهبر طالبان انجام شد. آقای شاهین معاونت طیب آقا را به عهده داشت. سرانجام دفتر دوحه در سال 2013 ایجاد شد و شماری از دیپلمات‌های طالبان که با الفبای دیپلماسی آشنا بودند راهی قطر شدند. سهیل شاهین از پاکستان پرواز کرد تا به این هیئت مذاکره کننده بپیوندند. او در این 7 سال که از ایجاد دفتر سیاسی طالبان در قطر می‌گذرد به عنوان سخنگوی رسمی و عضو هیئت مذاکره کننده طالبان قد کشیده است. بیشترین خبرهای مذاکرات صلح و موافقتنامه دوحه بین آمریکا و طالبان از زبان سهیل شاهین شنیده شده است. او چند پیش بار دیگر به تلویزیون آریانا گفت حالا که توافقنامه امضا شده است، آمریکا پذیرفته که به اشغال پایان می‌دهد. ما فقط به آنها راه به خطر خروج را نشان دادیم. دیگر بحث داخلی است که یک حکومت اسلامی ایجاد شود که تمام افغانها در آن سهم بگیرند و هیچ کسی محروم نماند. ما روی این موضوع کار میکنیم تا آن را کاملا حل کنیم و به زودی حل میکنیم. مسائلی که به بهانه‌های مختلف باقی مانده است به خاطر تداوم جنگ است و بر اساس خواست مردم افغانستان نیست. آتش بس و حکومت اسلامی از موضوعاتی است که افغانها میان خود بحث میکنند.